این هفته خبر تو خبر داره براتون از هموطنایی که حتی از فرصت شب یلدا هم برای تو دهنی زدن به عظما استفاده کردن. توی این اوضاع و احوال جنگ و دعواهای باندی توی نظام ولایت همچنان ادامه داره. یکی از بحث‌های جدی ما تو کشور اینه که بعضی اوقات مسئله ها رو به رسمیت نمیشناسیم. دیدی؟ بعضی وقتا توی خونه خانوما خلاصه آشغالا رو زیر فرش میکنن. این ایده خلاصه یه روزی زیر فرش پر میشه. حالا بریم و یه نمونه از زیر فرش کردن آشغالا رو توی دولت زرشکیان ببینیم. که میدانیم که فشار اقتصادی بر مردم سنگینه، همونطوری که معاون اول محترم ریاست جمهوری هم عذرخواهی کردن، ما هم میدانیم و عذرخواهی میکنیم. کاملا این موضوع قابل فهمه. اینم یک نمونه دیگهش که طرف میخواد گرونی بنزین رو هم زیر فرش بکنه. خب وقتی شما به یک باره میاید بنزین رو ولو 2000 تومان بنزین آزاد رو گرون میکنید، ناخواسته شوک روانی به جامعه وارد میشه، در صورتی که شما میدونید الان واقعیتش تو این گرونیایی که تو جامعه وجود داره، مثلا لیتری 5000 تومان دیگه واقعا دیگه معنیدار نیست. یعنی وقتی شما آب معدنی کوچیکتون شده 12000 تومان، مثلا خیلی معنیدار نیست. شما الان میوه زیر 3000 تومان اصلا پیدا نمیکنید تو شهر و خیلی از خدمات. اما مشکل عظما اینه که هر کاری میکنه نمیتونه آشغالا رو زیر فرش قایم کنه و ترس و وحشت از عاقبت کارش اینطوری بیرون میزنه. شرایطی که امروز وجود دارد به نظرم شرایط حادی است. یعنی اینکه اگر یک تمثیلی بخوایم به کار ببریم، یک بهمنی شروع شده داره بسیار بزرگ میشه و در یه فاصله نچندان بلندی این بهمن تخریب‌های بسیار زیاد خواهد کرد. منظورش اینه که از صعود به قله خبری نیست و کل دم و دستگاه عظما داره پخش و پلا میشه. این اصلاحاتی هم زلزله‌ای که توی راه هست رو اینطوری بو کشیدن. این وضع خیلی بعید میدونم که حکومت ایران بتونه به سمت 1405 و بتونه راحت بهش برسه، عبور کنه. ببینید هیچ چشماندازی شما نمیبینید. الان مدت هاست اصلا امکان تصمیم گیری سلب شده از مجموعه قوا و اگه تصمیمی هم میگیرن که اساسا نمیتونن اجراش کنن، در یک وضعیت بلا تکلیفی و تعلیق به سر میبرند. وقتی آشغالا همه از فرش بیرون میمونه، اون وقت نوچه های عظما وارد میشن و میگن همینه که هست. ای کسانی که فقط ایراده ها و اشکالات رو تو جامعه میبینید، بله مملکت بالاخره یه جاهاش ایراد همیشه داره، نمیشه مثل کاغذ مینیاتوری که میخوام درست کنیم همه چی دقیقاً حکومت داری، اینجوری نیست که دقیقاً. خلاصه که بهتر خالی باف دیگه مثال فرشی نزنه، چون مثالای اینا به نسبت به اصل داستان یه چیزی تو این مایه هاست. مشنگستان این هفته رو با جدیدترین مالکشی‌های این مالکش اعظم شروع می‌کنیم. سازی 60% چرا انجامش دادیم؟ ما به 60% نیاز نداشتیم، ما فقط این کارو کردیم تا به آمریکا نشون بدیم که نمیتونن ما رو با فشار به زانو در بیارن. فکر میکنم آمریکایی‌ها بارها و بارها این رو تلاش کردن، اونا سعی کردن پول ملت رو خرج اتمی کردن. بعد حالا ببینید راهکارشون برای گرونی برنج چیه؟ من مردم برنج شما رو نخرم میخواین چیکار کنیم برنجو؟ دولت شورای قیمت گذاری مصوب کرد تا این قیمت بخره بریزه دریا. آقای پیشور این چه مدل گفتگوی دولت بخره بریزه دریا؟ الان من سوالم واضح پرسیدم، شما یه جواب رو یه جور دیگه دادین. از اون طرف
بساط احتکار و بخورشون هم پهنه. یک محموله 100 تنی برنج وارداتی کشف شد توسط پلیس جرائم اقتصادی و یک محموله 350 تنی شکر توسط اطلاعات سپاه کشف شد که تحت عنوان احتکار. حالا اون انبارا رو مقایسه کنید با گرونی روزانه و ساعتی اجناس. 25/9 بوده چند؟ 25,000 تومان. خب 2 روز بعد که میشه امروز 27/9 شده 34,400. یعنی الان به جای اینکه دلجویی کنید از مردم، به جای اینکه قیمت رو یه ذره بیارید پایین‌تر، 9,000 تومان هم گوشید رو شیر آشغال نایلون. به جای اینکه از اعتراض مردم بیاید قیمت بیارید پایین‌تر، از 25,000 تومان رسوندید به 34,400. 9,400 رفته روش. بوفالای ولایت هم که داره میترکه، طبق معمول سر و کلش پیدا شد و گرونی ماست رو به آمریکا ربط داد که یه سطل ماست در ظرف یک هفته 50,000 تومان نوسان قیمت پیدا کند و قیمتش بالاتر بره. خب این کار رو کی میکنه؟ همون کسی که میکنه این سرباز نیابی امریکا هست. پزشکیان وقتی هنوز رئیس جمهور نشده بود از این ژستا میگرفت. تورم رو دولت ایجاد میکنه، عامل تورم دولته، گرانی رو دولت ایجاد میکنه. اصلا گرانی ربطی به مردم نداره. تازه وقتی تورم ایجاد شد از جیب مردم فردا میان تو اون تورم میگن چون این قیمت جنست ماشین رفته بالا باید مالیات هم بدی. یعنی یه بار شب پول از جیبش برمیداره، یه بار میاد مالیات ازش میگیره. اما الان حرفی نداره بزنه و میره پشت تریبون عطسه میکنه. در رابطه با میخواد عطسه میخواست بیاد نمیومد، ما رو گیر کرده بود. خدای بزرگ. شیخ بری هم که موقعیت رو مناسب دیده از هر فرصتی برای جفتک پرونی به عظمای شاخ شکسته استفاده میکنه. دوستانی بودن صاحب نظرم بودن، البته میگفتن امکان نداره اسرائیل به ما حمله بکنه. بعد یه دلایلی می آوردن، میگفتن اگه اسرائیل به ما حمله بکنه میدونه که 2 روز بعد اسرائیلی دیگه وجود نداره، منهدم شده و نابود شده. آمریکا به ما حمله نخواهد کرد به دلیل اینکه اگر به ما حمله بکنه میدونه چند روز بعد 100,000 آمریکایی تو اون منطقه کالا پایگاه‌های مختلف دارن از بین میرن و باید 100,000 جنازه رو برداره ببره واشنگتن. بنابراین به ما حمله نمیکنن. این عضو استبل ولایت هم که دیده شرایط مناسبه اومد و درباره سیلی که به یک سرباز زده بود اینطوری گفت: و الا چه مشکلی؟ حالا مثلا من یه اشتباه کردم، مثلا زدم، فرض اشتباه بوده دیگه، یه جا آدم ناراحت میشه بهش توهین کردن، اشتباه کردن. چه چیزیه که بیش از 1,200,000,000 تا حالا مطلب راجبش تولید شد؟ 1,200,000,000. بله. چیه مثلا؟ چیه تو کشور؟ موضوع دیگه ای نیست تو کشور؟ مسئله دیگه ای نیست تو کشور؟ یعنی شما رو دارن عوضی میبرن، مسیر رو دارن عوضی، همونایی میبرن که شما اسمشو گذاشتی چی؟ مافیا. خلاصه که توی نظام ولایت بلبشوی و سگ صاحبش رو نمیشناسه. بزبز قندی هم که پاک قاطی کرده اومد یه فیگور فوتبالی بگیره اما کله ملق زد. الان جایزه گذاشتن برای فیفا فوتبال. بله. ایران انداختن با گروه آمریکا و کجا؟ نه ایران، بلژیک، مصر و نیوزلند. نه آمریکا هم گفتن هست که نه تو گروه آمریکا نیست، بازی‌ها تو آمریکاست. من شنیدم که نه قرعه کشی انجام شده، یکی از 3 میزبان جام جهانی امریکاست. احتمالاً یه عده این بزبز قندی رو مثل این تمساح سر کار گذاشتن. حالا که تا اینجا اومدیم یه نگاهی هم به تولیدات دانش بنیان بندازیم.
دوستان صحنه نگاه کنید، اختراع نگاه کنید دوستمون انجام داده. سماور لوله بخاری دیگه نمیذارین گرما هدر بره، ازش آب جوش میگیره. به به، زنده با کاکا. دبش البته اصل تولید دانش بنیان این تنور نونه که توی چین درست شده.